دوستان سلام. یه سری از همکارا سوال داشتن واسه درآوردن جانگینی که چجوری در بیاریم که دقیق باشه. حالا این کارا 4 گوشه، کارهای بیضی هست، کارهای گرد هست. واسه درآوردنش روشی که من خودم دارم انجام میدم و بهتون میگم. آقا ما چشمی انجام میدیم، یعنی اینکه سنگو میذاریم، ساهن کشی میکنیم، سنگو میذاریم سایز بشه، مثلا اگه یه تیکش کم بود دوباره میزنم و اینا. حالا یه سری از همکارا یا حالا یه سری روش دیگه اینه که سنگو میذارن و اینکه با ماژیک خط میکشن تا سایز سنگ در بیاد. خطاش کمتره، بعد اینکه دیگه دقیق تر شاید در بیاد. حالا هر کی یه سری روش خودشو داره. من چون از اول اینجوری آموزش دیدم، از اول با این روشی که چشمی انجام میدم. حالا شما مثلا میخوای اصولی تر بری جلو، با همین روشی که با ماژیک خط میکشی و دیگه حالا کار گرد بیضی روش انجام میدی.